شرف گوشتین میگیرد. پهلوان پیراهن سفید پوشیده ابوبکر است با ابو مسلم قیومزاده، قهرمان وزن 60 کیلویی چمپیونات جمهوری تاجیکستان که در سال 2020 به مقام اول برآمد. در وزن 66 کیلو اکنون به خاطر که به مسابقه های بین المللی سفر می شود در وزن 66 کیلو، حالا این پهلوان به دیگر وزن میگذارد. قیومزاده ابو مسلم. شرف ابوبکر. در زمین است. یک نتیجه میونی پهلوانان به چشم نمیرسد. ابو مسلم حالا در وزن تا 66 کیلو کمی قدش پستر می شود، اما برای گوشتین میگیرد. حالا حالت اسای کمی اما پای رو داده است قیومزاده. از این خاطر شاید برای این دست میاثر نشود. شدو برای گوشتین نگرفتن. برای پهلوانان شاید داوری مرکز هم نشان دهد به طور رسمی. حالا در تابلو ما شدو رو نمیبینیم، اما ببینید در اینجا خیلی هم شرف ابوبکر قیومزاده ابو مسلم حتی در دور اول ها با مشکلی در وزن تا 66 کیلو می رود. حالا حرکت های شرف ابوبکر نیست زیاد است.
حدود 4 دقیقه پشت سر شده است نبرد پهلوانان. برای کسی از این چیزی نشان داده نشده است. این حالت بسیار هم خوب و ایپون حسابیده می شود. تایوتوشی در اینجا برای قهرمان تاجیکستان نشان دادند.